تو این قسمت قراره برنده اپیزود 1 خبری نیست رو مشخص کنم که جایزش اینه که دعوت میشه تو پادکست نمره. من دوباره نشون دادم پادکست نمره اون بره، انگار مثلا این بره اون پادکست نمره. خیلی بریم واسه قسمت. خیلی خوب. سلام، من سجادم. استاکو تاکو تیم تی تی نمره با نمره چند نمره‌ای؟ نه جالب اینجا تنها چیزی که نیستم جالب و اینجا خبری نیست. خیلی خوب. این هفته چه گذشت رو میدونی؟ این هفته نداشت مصاحبه نیست، اینترویو نیست. من نشستم دارم با نارمیا رفیقای خوبم حرف میزنم. فکر کردم با من نوشیدنی چیه؟ دو بس مزهش خوبه؟ بجب بگم بهترین مزه که تو زندگی دیدیه. تشکر چه نمی‌کنه سازندش؟ ما همیشه هر روز از خودم تشکر میکنم. خب این هفته چند نمره‌ای گرفتیم و البته میتونم بگم راجبش حرف بزنم چون که میاد بیرون دیگه، درسته؟ چند نمره‌ای گرفتیم، رفتیم یه جو بازی کنیم. بعد حسام بنده خدا گفت که آقا بریم اینجا خوبم هست، من توش خوبم، میبریمش خوبم. من که اونجا آقا من تو ذهنم بود که من میبازم دیگه، بچه هم ورزشکار رو اینا. رفتیم اونجا دیدیم عارف دود آورد. من چی میگم لنده گوش کنم من خوب. حالا ما رفتیم یک جایی محیطی بود که تو که بودی دیگه، پینگ پونگ بود، بسکتبال بود، بیلیارد، حالا فیفا هم واسه بازی کنیم. فیفا هم مثلا حسام اگه بازی می‌کردیم حسام ما رو می‌برد احتمالاً چون خوبه واقعا بازیش. بعد یه سری ورزش‌های اینجوری بود، مثلا اکتیوی بود ولی خب زیادم اکتیو نبود. واسه من توش خوب بودم، زیاد تکون نمی‌خواست، ثابت بود. بعد عارف سورپرایز کرد ما رو. یعنی عارف یه دفعه جوری ظاهر شد که واقعا من خودم رد دادم. ما همینو به همین واسم اشاره کنم. عارف سلطان زدن حرفای تکراریه. خب یعنی همین الان که ما اینجا نشستم قبلش با عارف داشتم بحث میکردم که آقا مگه میشه من صبح تا حالا هر چی گفتم تو با 2 جمله جواب ما دادی. 2 جمله هم سوال بود و جوابش هم داده بودم. من اینجوری هم که میخوای کتبم بنویسم دیگه با حرف میزنم. مثلا آقا یکیشون بگم، مثلا یکیشون میتونم بگم دیگه. اولی رو نمیتونم بگم. دومی اینجوری بود که گفتم که این قهوه درست کرده بود، عارف دست در نکنه که قهوه درست کردی. بازم قهوه درست کرده بود، بعد نصفشو خوردم گذاشتم باشه. خب بعد عارف اینجا نگاه میکنم گفت داشت این چرا تموم نمیکنی؟ گفتم واقعیتش میخوام که واسه خبری نیست این نوشیدنی جو مثلا رنگی باشه. اینو دوباره امریکانو میکنم، چه توش آب میریزم یه آیس امریکانو میکنم اینو میخورم. عارف اینجا گفتش که خب باشه دوباره واسه قهوه میزنم. گفتم نه خب من نمیخوام اونقدر قهوه بخورم. چه کاریه مثلا تو روز حالا 2 لیوان قهوه واسه چی بخورم؟ عارف گفت باشه. این قضیه ساعت 10 صبح. گوش کنی؟ تو طول روز من هر چی راجع به خبر نیست گفتم داشت قهوه یاد بشه واسط بزنم. بودم آقا من گفتم نمیخوام. این وسط چی میشه؟ تو مثلا دیگه تصمیم گرفتی دیگه نشنوی حرف منو؟ مگه میشه تو سوالی پرسیدی من جواب دادم دیگه. این حرف تکراری رو چرا بیرون نمیکشی؟ من دوستم رفیقم the best بجو من متوجه همه هستم. تو واسط مهم نیست که رفیقت میخواد که 2 گوش داشته باشی واسه شنیدن نه واسه دکور. مشغله زیاد گوش کن اینا رو کار نریم. این خیلی دیست کرد. اینو موضوعم بگم که سلطان زدن حرفای تکراری عارفه. یعنی مثلا تو همه احساس کنن رفیق دارن دیگه، رفیق اینجوری دارن که آقا فقط حرفای تکراری میزنن. بعد حالا بعضی وقتا امروز حالا یه اتفاقی افتاد فکرم درگیر بود دیگه، شما میدونید مثلا دیگه اونجا من کشش ندارم حرف تکراری بشنوم. من هر دفعه که اتفاق میافته مثلا با یک لبخند من دوباره جواب میدم. دیگه امروز گفتم داشت من نمیکشم مخم میشه بکشی بیرون.
حالا اینا رو گفتم خودم میگم که همه رفیق اینجوری دارن کار نداره. من میگم تو 4 تا چیز تو زندگی هست که مثلا 3 سال هر روز داری میگی. یه دفعه مثلا یه سری چیزا هست که تا حالا نگفت که 15 سال خونه پینگ پونگ بازی میکنه. می‌دونی چی میگم؟ ما اصلا نمیدونستیم حتی خونهشون پینگ پونگ داره. یه دفعه 15 سال بازی میکنه، 2 تا از فامیلاشون رفتن مسابقات. و مثلا این اونا رو هم برده چندین بار، یعنی مثلا برنده یا مثلا یک کشوری پینگ پونگ ایرانو آره خونهشون 10 بار برد. اینو هیچ وقت ما نگفته بود. می‌دونی چی میگه بجاش؟ قهوه واسط میزنم ها. ما توی یه سال یادمه اولین میز پینگ پونگ رو خانواده ما خریدن، تو خونه‌مون بود، بعضی ما خریدن همه بعد خونه‌مون بازی می‌کردن، با می‌کردن. توی یه سال همه خریدن. دیگه هر جا می‌رفتیم فستیوال برگزار می‌شد. این شد که تمرین دیگه همه شدیم the best. آره خلاصه صدا فکر کنم میافته قشنگ. آره تو 2 قسمت اخیر صداش خوب میافت. خلاصه شنیدین چی گفتی. و اینکه پینگ پونگ که ما رو برد، بسکتبال من بردم یه دفعه. بسکتبال با هم بردیم ولی تو بهتر. ایشو بگم the best. بیلیارد هم که نامردی بردش. کار نه. بیلیارد من سوتی پیتوک دادم این برد دیگه، نبرد منو. من یه سوال دارم، فوتبال مثلا یکی گل به خودی میزنه امتیازش مثلا میزنه 2.5 نه ولی اونقدرم رفت بیرون نمیگه پاره کردم. میگم میدونه گل به خودی زده. آره خلاص این چند نمره بود این هفته دیگه چیکار کردیم دیگه؟ نمره قسمت جدیدش رو ضبط کردیم. میخوام دیگه آره دیگه همیشه انجام میده دیگه. خبر داغی هم که تو کشور نیافتاده اصلا، خبری نداریم تو کشور. همه چی خبری نیست اصلا، خبری نیست اینجا، هیچ خبری نیست. این قسمت هم معلوم نیست که بیاد بیرون. بذار من اینجوری بهتون بگم، خب این قسمت اصلا معلوم نیست که میاد بیرون. امیدوارم که چند روز دیگه بیاد بیرون، امیدوارم. ولی خب اگرم نیومد احتمالا این خبرهایی هست، ولی خب سخت نگیرین، خبری نیست، زندگی خبری نیست واقعیتش. من همین ایده زدم سرم. ایده تو نگه دار، چه جالب. یه چیز جدید ما تو زد بگی خفه شو. ایده آنچنان چیزی نبود، بگم لام روشن شد تو مثلا یه تابلو رو دیدم گفتم که لوگو خبری نیست چه تابلو پشت نزنه. واقعیت نگاه بدونی؟ واقعیتش من دارم واسه خبری نیست پارتی بازی میکنم. دوست داشتم که خبری نیست لوگوش به صورت تابلو نخوره. چی باید؟ آره چی باید یعنی چی شد؟ کانه تو زمین بود که مثلا از این نقاشی‌های روی سرامیک یا مثلا چیزای تابلو دیدی بعضی کارشون ساختن تابلوه، خیلی حال میکنم. آره مثلا آفرین نئونی هنوز تصمیم نگرفتم که چی باید دارم بخواد متفاوت لوگوی خبری نیست بخوره، واسه همین نصرف واقعیتش. آره و اینکه این تابلو سازم خیلی دوست دارم. تابلو ساز مثلا چنلیوم نه تابلو چی بس؟ مثلا یارو با مثلا لیوانو خورد میکنه با خورداش تابلو میسازه، مثلا رزین روش میریزه اینجا رنگ میذاره توش، خیلی حال میده اینا. مثلا تابلو جدید اومده مثلا چیزا رو میگن جوابدانه میکنن، بعدم اون نشون بده. چقدر جالب. ما خوبه تو برنامه بگی مثلا چیز باحالیه. بگه رزینه؟ نه یه سری چیزا رو تو تابلو جوابدانه میکنه. مثلا اولین پستونه که بچت که مثلا از پستونه در آوردی این مثلا میذاری تو بعد مثلا جوابدانه میکنه. با چی جوابدانه میکنه؟ مایه چی اسمش؟ نه تابلو اصلا مایه توش نیست. تابلو یه باکس روریه. خب من دیدم رزینه. من رزین نیست، این سبک جدید است. میشد بگم؟ چه جالب. چه جالب حرف زدی. سرچه من نمیتونم حرف نزدم. ما چیزی نگفتم که گفتم چقدر جالب. من دلیل اینکه دوربین رو کم نگاه میکنم بخاطر اینکه عارف خیلی حرف میزنه، من اینو متوجه شدم دیگه. خب با دوربین فهم من دارم با نارمیو حرف میزنم. ای بابا دیگه چی بود خبرهای این هفته؟ به نظرم اول اینا بذار بگم، به نظرم هر کی تابلو سازی کار انجام میده کامنت بذاره. اصلا من میخوام سفارش بدم. آره چه بهتره که از نارمیا آدم خرید کنه. دو بس نه این کارا رو اثبات با نارمیاش. آره چرا که نه، واقعا جالبه. حرکت قشنگی ویدیو وسط برنامه همین بود، نه بارها شده. همیشه بوده، بارها بوده ولی بارها شده. نه
این مهران مدیری گلیاپوشو که دیدین، من چند قسمتش دیدم موقعش، دروغ چرا این کارا رو انجام میدیم میذاشیم بلشه. اولا که دمش گرم واقعا، گلیاپوش حرکت جدیده تو ایران. این بنده خدا رو انقدر کنسل کردن انقدر کنسل کردن شو نمیدونم شکایت کردن از اینو، این دیگه با هیچ کس کار نداره. این گفت آقا منو ول کن گلیاپوش، مثلا اینو کنسل کنم مثلا برای اینجوری که منچ میخوام بازی سریال بسازم راجع به شیریاخت مارپله. آره. و خیلی چیز جالبی که من دقت کردم بهش این که توی گلیاپوش این شرکت کننده هایی که توی گلیاپوش بودن اینا یه ذره واسه من عجیبن. همشون یا یه سری؟ دیگه اینقدرم نیستم، همه گلیاپوش رو ندیدم، چند قسمت دیدم، اون چند تایی که دیدم و توی فضا مجازی دیدم. همشون شروع کردن پیج زدن. گوشو سایلنت کنم. پیج تو اینستا همه پیج دارن الان و همه دارن فعالیت میکنن و همه بلاگر شدن. و همه گلیاپوش مثلا آره دیگه. فستیوال برگزار میکنن. آره. یک ساعت هم گلیاپوش مثلا آموزش مثلا اینجوری چجوری رد کنی. مثلا کدوم دسته، بعد آخرش هم نمیگن کدوم دسته، ویدیو تمام میشه بعد کامل میخوره دهن سیچینو میگن. میخواستم بگم که مردم یعنی اکثریت عموم چقدر آماده معروف شدنن. یعنی قدیم انقدر نه، قدیم اگه یاد باشه حتی مثلا از خودشون سوال میپرسیدن آدما، یا از بغلی مثلا میپرسیدن که آیا دوست داری معروف باشی؟ و خیلی‌ها میگفتن نه. میدونی چی میگم؟ مثلا خیلی میگفتن نه من دوست ندارم، ترجیح میدم زندگی خودم. میخوام بگم این یه جوری پیش رفت اصلا کلا جامعه که الان همه آماده یه فرصتن. یعنی همه اینجوریان که آقا تو خدا مثلا یه چیز بشه من پیجم بهتره که یعنی اصلا همه مخصوصا اینستا دیگه بیشتر تو اینستا انتقام میفته و اینا الان همه پیج دارن. و مثلا یکیشون دیدم که مثلا پادکست مثلا 2 تا پادکست شرکت کرده و داره توش درس زندگی میده. اونم داشت درس گلیاپوش بود دیگه. مثلا چی؟ و توی گلیاپوش هم باخته بودن، یعنی حذف شده بودن، یعنی حتی تو اون مسابقه این اول نشده بود که بیا درس زندگی بده که چجوری موفق شین. میدونی منظورم چیه؟ و مثلا من یکی دیده بودم یارو 50 نفر یک گل. خب یک گل بین 50 نفر آدم، حالا 2 دست 100 تا دست دیگه چرخید بعد بین 50 نفر تکزر گل گرفت. رد دادم. امیدوارم که ساختگی بود. به نظر خودت تو تجربه که تو زندگی داری، حالا محتواسازی هم هستی می‌کنی. بله. چند درصد امکانه درست باشه؟ من ندیدم ویدیو رو. 1%. جدی؟ چرا یک چیزی که 1% امکان صحتش هست و گفتی؟ جالب بود بازم در جریان این جالب نبود؟ نگاه تو پیش خودت. بدارک. اهمیت واسه من داره چیزی که 1% تو ذهن تو امکانش هست، تو ذهن من 0. یکی بدارک برو. چیزی بگی که تایشو بذار من اینو بگم. آقا بارها شده چیزایی که برای عارف مثلا 100% امکان داره واقعیت بشه، برای من 0. چیزی که الان واسه خودش 1% صحت بود و گفت بین 50 نفر گرفتش به درک. یه شخصی بود گلیاپوش بین 50 نفر گرفت گلو به درک. چی اشتم میگم؟ راجع به این گلیاپوش موسم بگم که چی گفتم دیگه؟ من گفتم آره موسم بگم که چقدر آدم ها دوست دارن که دیده شدن پادکست میره یارو مثلا دنیای حرف میزنه نمیدونم تو زندگی. مثلا یه دفعه یکی بود داشت میگفت که زندگی مثل گلیاپوشه. بودم زندگی مثل گلیاپوش نیست که. اینجوری بود که 50% امکان برد داره 50% گفتم اوکیه. مثلا چی میگم نهایتاً آخه آدما تو یک چیز مثلا دیگه خیلی خوبن. یعنی هر مثلا 9 میلیارد آدم تو کره زمین هست دیگه، هر کدومشون تو یه چیز خیلی خوبن. نه من میگم آقا یه ارفاق میدم مثلا آدما توی 3-4 تا چیز خوبن، درسته؟ و این قضیه هم متغیره. یعنی مثلا توی گلیاپوش جارو خوبه، توی مثلا فلان چیز خوبه، تو فلان چیز هم خوبه. چرا فازشو میگیری مثلا درس زندگی بده به من؟ میدونم از چیه؟ آخه من حرفم اینه که مثلا اینم بگم اکثریت آدما تو یک چیز خوبن. این قضیه مثلا عموم اینه. تو بقیه چیزا متوسطن، مثلا خوبم نیستن. و توی میلیون ها چیز هست که اصلا خوب نیستن.
و اینجوری هم که من چون مثلا گلیا پوچ بستم یه دفعه مثلا ماشین خراب شدم جان مثلا من میدونم آره من اونجا نه اول شدم این قضیه هم خیلی هستا این قضیه اصلا رو مخمه داداش من خیلی وقت این قضیه رو بهت میگم و نذاشتی کامل نمیشه منم خیلی با این قضیه مشکل دارم چرا این آدمی که مثلا جدا از اینکه حالا یه بازیه یه ذره فالوورش اینقدر بالا میره مثلا 10K یارو فکر کنه دیگه تمومه اون چیزی که از زندگی فهمیده اینی که من فهمیدم درسته میاد به من یاد میده میاد به تو یاد میده نشد بگم درک خود از زندگی درک از زندگی چیز دیگه نشد بگم چیزی که من گفتم عارف دوباره گفت چرا نگفتی که داشت منم همینجوری فکر میکنم داشت منم همینجوری فکر میکنم بهتر نبود من خیلی مشکل دارم آخه من گفتم حالا من گفتم همینو نارمیا دیگه شاهدن من همینو گفتم و عارف گفت داداش بذار منم یه چیز بگم همونو گفت آفرین حرف تکراری منظورم همینه مثلا شاید تا آخر شب امشب هر چی بشه اینو بگه آقا تو رو خدا واقعا نارمیای عزیز چون ما خوب بد رو میگیم و به نظر من دیگه وظیفه همونه یه چیزا رو بگیم تو رو خدا تو یک چیز خوبین نیاز نیست تو بقیه چیزا مدعی باشین همه ما یه آدمی هستیم که ما همه اولین بارمون در زندگی میخوایم کار نه منظورم اینه چیه نمیخوام جدی حرف بزنم آخه مثلا من به نظر من همه ما یه آدم مثلا با دوربین حرف بزنم بهتره میگم تو مثل من یه آدم معمولی هستی با یه سری دغدغه‌های فکری با یه سری مشکلات حالا چه تو ذهنت چه تو جامعه چه تو خونت نه تو منحصر به فردی نه اونقدر مثلا خبریه تو مثلا خاص و ویژه‌ای نه چه میدونم زندگی برای تو ساخته شده نه نمیدونم زندگی حول محور تو باید بچرخه نه تو یه آدم معمولی مثل من تو یه سری چیزا خوبی تو دنیا یه چیز ریدی میدونی چی میگم اصلا نیاز نیست نداشت نقطه ضعف تو هیچ کی نباید بفهمه چرا ترورت میکنن یعنی مثلا الان مثلا تو یه چیز بدی مثلا توی چی مثلا تو ریاضی بدی مثلا میخوان با ماشین حساب تو بکشن چیکار میخوام بکنم با تو آیا تو اصلا اونقدر رسیدی به اون لول که اصلا تو خطری باشی چی میگم مگر تو مثل من یه آدم معمولی نیستی این وسط چیزی شده که من در جریان نیستم آیا این وسط یه دفعه تو مثلا هد چیزی هستی من نمیدونم با همه معمولی هستیم همه اولین بارمونه توی ثبت جدی تو روانشناسی می‌ذاری به اسم خود ثبت کنی روانشناسی تخریبی این مثلا من خیلی وقتا راجع خودم میگم خیلی با من حرف زدی خیلی وقتا منو شست آفتاب دادا اون باعث شد که من مثلا قبل از تدریس شد خیلی بهم گفته بودم مثلا این دمپایی در آوردم مثلا غلطه هیچ چیز مثلا حرف هیچ کسی گوش نکردم ولی سجاد اینجوری که تو گاه بگه اینجوری دمپایی میگوشی من خیلی تو این قضیه مثلا مهمه مثلا اینجوری هم که آقا تو این قضیه بدی بهت میگم آقا تو این قضیه ریدی نه دارش ناراحت میشم به درک ناراحت میشی با من شد داره میشه کنی دارش نقطه ضعف تو نذار کسی بدونه چرا آقا اصلا من میچی میگم اگر دور و برت منتظر نقطه ضعف بدن که پارت کن که دور و برت عوض کن اگر من رفیقت عارف جان اگر من دنبال نقطه ضعفم که تو رو اذیت کنم منو فراموش کن من آدم درستی نیستم واسه رفاقت میدونی منظورم چیه ما همه اون نشستیم زندگی میکنیم سر کار میرن استریوم میان دنبال کار دنبال دو تا لقمه نون حلال میشه کنی مثلا نقاشیم بده ولی هیچ وقت نذاشتم کسی بفهمه چرا نذاشتی کسی بفهمه شاید یکی میتونست کمکت کنه تو نقاشی شاید مثلا من نقاشی خوبی یاد میدم داشت شدی استاد قفر نقاشی از تو زندگی رد شد نه داشت اگه یکی بفهمه که نقاشیم بده شاید منو ببندم به من یک ویروس بزنن و مثلا پادزهرش رو با نقاشی بزنن نه اصلا والا این چی کار نمیکنه زندگی اگر چیزی اگر نقاشی رو دوست داری که توش خوب باشی که تلاش کن یاد بگیر آقا من مثلا نقاشیم همیشه دوست داشتم خوب شه یاد میگیرم مگه چقدر سخت یاد گرفتم اگر نه دوست ندارم توش خوب باشم به درک
آقا ما نقاشی خوب نیست، با همین راحتی نیست زندگی. آخه میدونی چیه؟ تو دنیا خیلی چیزا هست، خیلی حرفه ها هست، خیلی مثلا چی میگن؟ ابیلیتی، خیلی توانایی. چیکار کردم؟ وای شبیه اینا شدم. خیلی کم پرسی بلد. پاشو اصخایی میکنم اگر حس بدی انتقال دادم. خیلی توانایی ها هست تو زندگی، واقعا خیلی هست. یعنی اگه مثلا قرار باشه یکی رو کاغذ بنویسه مثلا دفتر 100 برگ پر میشه. چه اصراریه که تو همش خوب باشی و معمولا اینا میزی تو هیچی خوب نیستن دیگه. اینایی که مثلا اینجوری هن که مدعیان تو هیچی که خوب نیستن، تو یه سری چیزا مثلا 10% خوبن. 10% رو به همین واسه همین احساس میکنم این توهم بهشون دست میده که مثلا پس تو همه چی خوبیم. اینا خوبشون 10%. پشما همه چی شد؟ مثلا من تو همه چی صفرم، توی 50 تا چیز 10% میدونم. من بیشترین چیزی که از یک داستان و یک موضوع میدونم 10%. واسه همین توهم میاد تو ذهنم که 50 تا چیز میدونم. بچه تعدادش زیاده گسترشه. آره. واسه همین مثلا راجع به مثلا مکانیکی یه ذره سوال بپرسم 10% هم پر میشه. اونم میدونم. چه نکته. خودم رد دادم بچه. وگرنه یکی مثلا دقت هم کنی کسایی که توی چیز خیلی خیلی خوبن اونقدر مدعی نیستن تو بقیه چیزا. مثلا اینجوری هم که نه خیلی چیزا امکان تو مسیر باشه ندونم. مثلا میگن چه پربرتر، سر به زیرتر، افتاده تر. همینجوری میگم حالا وسط حرفم داره میپری واسه برنامه این چی بود تو گفتی؟ البته خب من خیلی ها دیدم توی چیز خیلی خوبم، اونجا هم هست البته. آره تو یارو فکر میکنه که تو همه چی خوبه و مثلا دیدی یکی توی یه چیز خیلی خوبه افت میدونه تو بقیه چیزا نگه بگه مثلا ضعیفه. این هم هست، از اون ورم میافتم بعضی وقتا. چون مثلا من توی این خیلی خوبم، خب مطمئنا تو دنیا چیز احمقم و منطقیه و اوکی هم هست اگه توی چیز احمقین. مثلا اینو تو دنیا چیز احمقم، خب بگم زایا من اینجا انقدر خفنم. آره احساس میکنم مغزشون دوست دارن. این هم هست. و اینکه البته بذار من اینم بگم، من خیلی تخریب گفتی تخریبی رفت تو مخم، من واسه تخریب نه. بذار اینم بگم که مثلا توی یه چیز خوبین سرتون رو بالا بگیریم بگین خوبم. من اینجوری هم خیلی واقعا قبول دارم این قضیه رو. مثلا من اگر توی یک داستانی خوبم معلومه که میگم، من اصلا تواضع پیش من آنتن نمیده. آقا من توی این خوبم، من توی این خوبم، آقا من از تو بهترم توی این. یا یاد بگیر یا مثلا اونا رو نگو. میشه میگم اون چه خوبم. اصلا تواضع مال آدم ضعیفه. بذار اینجوری بهتون بگم، هر کی بهتون گفت که مثلا داش فروتن باش اون آدم ضعیفیه. می‌منظورم چیه؟ آقا من اصلا به نظرم این تواضع و فروتن آدمای ضعیف ساختن. چون مثلا یکی ازش پیش اونا از خودش تعریف کرد و اینا چون بهتر نبودن گفتن داش فروتن باش دیگه، هیچی نگو. چرا نگم؟ بهتر هستم داش. آخه من زحمت کشیدم که این توانایی رو به دست آوردم و توش خیلی خفنم، چرا نگم؟ میگم بعضی وقتا به بعضی اصلا نباید توضیح بدید چه کاری میکنید. آخه همون کار دارید میکنیم. آخه یارو اصلا در لولی نیست که تو اصلا نه دیگه خب تو حرف نمیزنی که حرف نزن دیگه. با یکی داری مثلا در ارتباطی دیگه. اونجوری آره. خب هر کسی گفتن نه مثلا نگه مثلا بری نونوایی مثلا داشت میدونی من تو نقاشی خیلی خوبم، یارو میگه بهتره. داشت من اینجا دیدم که باید بگیر، نه داشت اونجا نگیر برو خونه. منظورم اینه که مثلا اگر من تو نقاشی خوبم، بحث نقاشی شد بذار من حرف بزنم. میدونی منظورم چیه؟ مثلا پیش مثلا من نقاشی مثلا خیلی خوبه، من و عارف نشستیم قرار یک جای یک طراحی کشیده شه، عارف خفه شد دیگه من بهترم. منظورم چیه؟ داش نگو فروتن باش. چرا میگه من گاوم؟ احمقی داشت تو نقاشی چیکار کنم؟ تو دنیا یه چیز بستی، من مطمئنا تو اون مسیر بیاد از تو یاد میگیرم. اینجا خفه شد. من نقاشیم بهتر دادش. نه داشت تواضعت کجا رفته؟ تواضع میدی کجا رفته؟ تواضعی ندارم. به درک رفته واقعا. و توش بهترم چیکار کنم؟ نگم؟
بذاریم نقاشی ریده شه. منظورم متوجه شدی؟ توش خوبم و من باید بگم دیگه توش بهتر هستم. مطمئناً تو همین نقاشی دنیای آدم هست که از من بهتره. اون لحظه اون مکان من بهتر. تو اون اتاق من بهترم. از این در برم بیرون دنیای آدم از من بهترن. و امکان این که همه این آدما تو یه چیز یک باشن، یک تو دنیا خیلی کما. دیگه نگاه کن چند تا یک تو دنیا مگه داریم. این منظورم چیه؟ مثلا یکی مثل ایلان ماسک یه دفعه 50 تا چیزو گرفته از خودش. توشون یکی نشسته. مثلا کریستیانو فوتبال دیگه نشسته اونجا دیگه. مثلا من یه دفعه بیام بگم من نمیتونم بگم من بهترین فوتبالیست دنیام داشت. اوکی نیستی. ولی مثلا اگه توی یه اتاقی هم 10 نفر از همشون بهترم چرا نگم؟ مطمئنا اونجا بذار من حرف بزنم و بهتر از شما. منظورم این بود اگر بعد انتقال دادم. چی بود؟ نظریه گفتم؟ نظریه تو بود دیگه. فکت خودت بود. یعنی چیزی که خودت بهش رسیدی. فکر کردی بهش رسیدی. به نظر من همه آدم ها احمقن. تو دنیای چیز. گوش بکنی؟ میگم عموم آدم های مثلا کلن در زندگی توی مثلا 2 تا چیز خوبن، توی یه چیز شاید خیلی خوب باشن، توی دنیای چیز یک احمق سادن. گوش میکنی؟ پس بعد آخه تو چیزایی که احمقن بیشتره تا چیزایی خوبن. پس معمولا آدم ها احمقن. پس همه ما احمقیم در واقع. جالبه نه؟ توی دنیای چیز، توی میلیون ها چیز ما هیچی نمیدونیم با احمقیم. تو 2 تا چیز یه ذره میدونیم که اونم بهترین نیستیم تو دنیا. کلی آدم بهتر از ما هست. چرا فازشو میگیری یه چیز میدونی؟ همه چیو میدونی. یارو مثلا تو فوتبال خوبه، فازشو میگیری که مثلا چه میدونم راجع به چی مثلا مثلا یارو تو فوتبال خوبه، مثلا یه هفته فازشو میگیری که چه میدونم راجع به مثلا تصویربرداری هم من خوبم. مثلا علم تغذیه من بستم. نیستی دیگه، خیلی ساده است. آخه تو فوتبال هم مثلا یارو میره مثلا شاید تو دریبل زدن خوب باشه ولی تو سرعت مشکل داره. خیلی اصلا خیلی بهتر است. نمیدونم این توهم نمیدونم از کجا میاد. خلاصه که فازشو نگیرین. خبری نیست واقعا. دیگه چه خبر؟ این زنگی که صداش اومد و دیگه بهش پرداخت نشد جالب بود. جالب بود. و اینکه کی بود؟ بچه ما اومد اینجا نشستم اگه میتونی از کنار رد چین. آره من گفتم اشاره زدم که آره اصلا اونجا میتونی رد چین. چون توی که رد شدی اگر افتادی که افتادی دیگه. جالبه نه؟ بچه میگن کار قشنگ. خب این هفته خبر نشد؟ چه خبری شد؟ هیچ خبری نشد. بچه میگن از بیرون که هیچ خبری نشد. چون خبرات چند هستن. یا خبر جذاب نیست یا خبر جذاب هست جاش نیست. گوش کنی؟ واسه همین اسم این برنامه خبری نیست. چون یه سری اخبار مثلا یه اخبار هست که برای تو الان خیلی مهمه ولی مثلا میری یه کشور دیگه میبینی واسه هیچ که مهم نیست. پس در اصل خبری نیست. بفرمایید قرار دوباره شروع شه. میگم به درک آخرین چیزی که واسه مهمه اینه. شد باورتون نشه واقعی. مثلا الان دیدی بعضی ویش لیست دارن من مثلا کر لیست اگه بذارم چیزایی که برام مهمه آخریش این خبره ولی واسه خیلی شد خبر بست باشه. آخ جو منتظر بودم واسه رگ خودم بزنم. پس در اصل تو زندگی خبری نیست. سخت نگه به درک. یا نه امروز رفتیم قهوه بخوریم یکی تو خیابون شیشه ماشین داد پایین فوش خار و مادر داشت بگی. یکی دیگه؟ آره. با مثلا اون داستانم که داشتم میدیدم اصلا اونقدر مهم نبود. یعنی مثلا اتفاقی نیفتاده بود. مثلا بعضی وقتا مثلا هست یکی میاد از پشت با ماشینت میزنه، یکی مثلا چه میدونم
یه شرایط سختی و رقم میزنه واسه چیزی بغض داره. مثلا اونجا فوش مثلا یکی بده مثلا اینجوری که آقا اصابش خورد شد عصبی شد. این قضیه که من دیدم هیچ خبری نبود واقعا. مثلا اینجوری بود که هیچ، یکی داشت رد میشد یکی دیگه هم داشت باید رد میشد. مثلا فهم مثلا تو چیزی نیست اوکی. مردم خیلی عصبی هم ولی اونقدر مهم نیست. آره اونقدر مهم نیست چون همه هنوز تاکسی زدم به این BMW 528 این شده که به درک ماشین مال تو بود؟ تاکسی تو بودی؟ به درک می‌دونی چی میگم؟ پیام رو میرسیدیم آره همه چی تو این دنیا به درک مطمئنا من ترجیح میدم که بی ام رو من داشتم و یکی از پشت با تاکسی بهم میزد. باور کن من حاضر بودم مثل اون اصلا خود بشه الان ولی نیست. کانم داشتم به این فیلم میگم که این فوش من بعضی ها هستن که فوش مثلا چه میتونم فوش مثلا ناموس بگم، فوش مثلا خار و مادر خود اینجوری بگم فوش مادر بگم زشته داشت فوش مادر کنم. بعضی هستن که این فوش رو مثلا ورد کلامشونه مثلا یک سر میدن مثلا هر کی مثلا چه میدونم یه چیز میشه یه روزا فوش میدن. بعضی هم هستن که مثلا به شوخی فوش میدن مثلا میگن شوخی مادر داره فلانی و فلانی. من هیچ وقت تو زندگی این کار نکردم. فکت شوخی نمیدونم چی باید اسم اینا چی بگیم شوخی ناموسی هیچ وقت من نکردم. حتی درکم نکردم من. آره من اصلا خیلی مثلا دوره ما مثلا نسلی بودیم که خیلی این کار میکردن که مثلا بگن آقا اوکی هن چه میدونم فازو دوست داشتن خیلیه دیگه. من جز اونایی بودم که اصلا اینجوری بودم مثلا یعنی چی چرا با مثلا باید یکی بود مثلا مادر یکی شوخی کنه. این قضیه واسه من قفل بود. خودشون یه سری فکتا دارن اصلا مهم نیست چی میگم فکت مصطفی تو فکت اومد بس خود نگاه بده. چرا جالبه چون فکت تو برای من و برای نارمی مهم نیست. ببین چی میگن احتمالاً با هم الان بعضا همه کامل بذارن به درک. نه من اینجوری میشد کنجکاو بشم بدونم این فکتشه. کنجکاو بودن نارمی کنجکاو بودن عزیزم اصلا اگه کنجکاو بودم من سعی می‌کنم بهشون برسم. من خودم راجع به شوخی ناموسی حرف بزنم. این شوخی رو قبول ندارم هیچ وقت هم نکردم چون تو ذهنم هیچ وقت منطقی نشد. من نمیخوام بگم آدم منطقی هستم اما مثلا تو ذهنم باید حلش رئیسه کار رو بکنم. این قضیه که مثلا یکی مثلا با مادر یکی شوخی میکنه با اون شوخی ها رو تو ذهنم حل نمیشد هیچ وقت و اینجوری بودم مثلا یعنی چرا باید دو نفر این کارو کنم. من اصلا اینجوری که آدم وقتی اینو میگه باید جدی باشه دیگه شوخی نداره. آخه ناکن مثلا این شوخی ناموسی آدم مثلا ناموس مثلا هر نفر مثلا میگیم ناموس هم خیلی کلمه دارکی اصلا دنیا حرف داره. منظور از ناموس همون چیزی که میدونی دیگه مثلا مادر و خواهر و زن و دختر درسته. این 4 تا کاراکتر تو زندگی آدم مثلا مهمه دیگه و تو ذهنم این بود که مثلا اگر تو میگی که آقا من مثلا با یکی شوخی مادر میتونم بکنم اوکی هم دیگه من دارم اونم داره. بعد تو ذهنم این بود که مثلا می‌خواستم تو ذهنم حل کنم اینجوری بودم که اوکی پس تو شوخی مادر با یکی میکنی اوکی مثلا با شوخی خواهرم بود میتونم بکنم. گفتم نه گفتم خب اینجا حل نمیشه تو ذهنم. گفتم خب اوکی خواهر مثلا این فرق داره مجرد خواهرش. گفتم که مثلا تو شوخی مادر با یکی میکنی تو شوخی زن با دیگه میتونه بکنه. نه چرا میدونی چی میگم تو ذهنم منطقی نمیومد این قضیه و مثلا اینجوری بودم که اگر تو میخوای با یکی شوخی مادر بکنی مثلا و اوکی یارو به نظر با بقیه هم میتونی شوخی کنی یعنی با اون ستای دیگه هم میتونی با شوخی کنی. میدونی مثلا طرف میگفت که مثلا نه داش میدونی تو ذهن من هر 4 تا میشه بیشتر میشه هم 4 تا میشه دیگه. حالا تو ذهنم 4 تاست تو ذهنم هر 4 تا زشته و همیشه زشت بود. اینجوری بودم خب چرا مثلا طرف این 4 تا واسش خیلی مهمه واسه همه آدم مهمه مثلا ربطی به کشور و اعتقاد نداره واسه همه مهمه این 4 تا. ما همیشه تو ذهنم بود که این 4 تا همش مثلا به یه اندازه زشته اصلا دلیل نمیشه مثلا نه این اوکیه ولی اون اوکی نیست نداره تو ذهن من مثلا هر 4 تا زشته. و چند بارم شد که مثلا یکی چون من آدمی بودم که شوخی نداشتم و خیلی مثلا توی دوره بودن که همه شوخی داشتن مثلا اینجوری بودن اینجا شوخی نره خودشونو پیش من میزدن به خودشون فوش میدادن که من بگم. گفتم نه من بلدم بگم نمیخوام بگم خیلی چیز واضحه. فوش دادم بلدم
آره و بعضی هم همیشه بودن که داش اجازه میدی با شوخی کنم دوش نه معلومه که نه اجازه نمیدم. بعد یکی دو بارم شد که من بهش این جواب میدادم، گفتم که آقا اگر تو میخوای این شوخی کنی، یه بار یکیشون خواهر داشت، یکی دو بار اتفاق افتاد، یکی دیگه هم زن داشت، به هر دوش اینو گفتم که اوکی من این شوخی رو باهات میکنم. همین چی شد؟ گفتم تو اصلا اگه این شوخی رو دنبال اینی تنها خواسته از زندگی اینه، من این شوخی باهاش باهات میکنم. من باز این کارو کنم اوکی؟ نه داشت نه کن این که نمیشه. گفتم چرا؟ گفت آخه از مثلا خودش میگفت از مادر من گذشته. گفتم از زن نگذشته. بالش از حساب نیست. میشه بگم مثلا اینجوریه که از مادرت گذشته، از مثلا خواهرت اتفاقا از خواهرت که تو سنشه اصلا. چرا نگذشته؟ یعنی چی؟ این آخه من اینجوریم که منطقی تر نیست. اگه قراره که من به شوخی یا جدی کاری کنم، منطقی تر نیست که مثلا خواهرت این کار کنم. این منظر چیه؟ اصلا اینجوریه که مادر ما دیگه مثلا 60 سال سنه دیگه مثلا ناموس حساب نمیشه. اوکی پس به زن اعتماد نداری؟ بازشون اینه. اوکی نمیفهمم متوجه. با زنت منو شوخی کنم ناراحت میشی چون به زنت اعتماد نداری؟ نه زنم امکان داره من واقعا این کار بکنم پشت سر. این وسط چی میشه؟ نه حرفت منطقی. خلاصه من تو تاکسی امروز یعنی دیدم که یکی تو تاکسی رو فوش میده، من تو زنم که گفتم نظرمو بگم شاید واسه بعضیا جالب باش. حرفت منطقیه ولی تو میگی به درک. آدم میگه مثلا همچین شوخی میکنه دیگه. آخه خیلی زیاده نمیدونم البته هنوز هستن یا نه. تو نسل ما مثلا بچه بودیم خیلی زیاد بود. من باز تو یه جایی ببخشید من تو پادکست شما حرف ترجیح ما اینی حرف نزنی میدونی دیگه. آره نگو آفرین. چه قشنگ حرف نمیزنی. داشتم میگفتم بچه ها مثلا حتی ترجیح میدم مثلا 25 ثانیه ساکت اینجا بشینم ولی حرف نزنم. جالب نیست؟ الان من 20 ثانیه نمیخوام حرف بزنم، همه باشیم بعدش اتفاقا خیلی حرف قشنگی میخوام بزنم ولی حرف نزنم. داشتم میگفتم آدما بگو داشت بگو حرف بزنم پاره میشید حرف نزنم. بگو نفس شده. بگو مثلا بگم که من باز یه جایی شوخی مادر باش کنار اومدم که خود با هم شوخی دارن شوخی میکنن دیگه. یه جایی بود که با شوخی مادر اوکی نبودم، با خواهر اوکی بودم. چی شد؟ آره من به چشم دیدم یارو با خواهرش چی میگه؟ تمامشو گفتی توضیح دیگه نمیخواد. جالب نیست؟ جالبه. امروز حالا بریم سراغ اون کاری که هم می‌خواستم بکنم اول. کاش این اول میگفتم. نه؟ که این قسمت میخوام این کارو کنم و نگفتم. تو کپشن بنویسم؟ استوری هم میذاریم میگیم. اگر استوری بتونیم بذاریم. کار نداریم. نه ولش کن. همه چی خوبه. All good. خب میخوام الان از بین کسایی که کامنت گذاشتن یک نفر رو انتخاب کنم که مهمان پادکست نمرشه. آره چون که اون تو قسمت یک خبر نیست گفته بودم کامنت بذارین که میخوام یکی دعوت کنم. کامنت بچه گذاشتن ولی انتخاب نکردم. از تو کامنت خبری نیست. آره دیگه از زیر همون پست یعنی یک اولی. پست یک چی بود؟ قسمت یک خبری نیست. آره پست یک. خب چجوری مثلا اینجوری رندوم دست بزنم روی کامنت؟ آره دیگه. یا ببینم کی بیشتر کامنت گذاشت. رندوم جذاب‌تره. عارف بیهوش شد؟ عارف خوابیدش. آره بد درک. رندوم؟ حسام از اون دور گفت که رندومه که انتخاب کن. چه بهتر. رندوم هم باحاله. وایس. خب شما بگین استاپ دیگه. استوب. من اصلا با فاصله 1 میلی ثانیه گفتم. من وسط دو تا کامنت دست گذاشتم ولی خب جالب اسکرین شات میگیرم. میگم وسط این کامنت رو دست گذاشتم ولی 4 تا کامنت رو تصویری که 3 تاش یه نفره. جالبه نه؟ آره یکیش دیگه مثلا تو ذهنم منطقی اینه که این 3 تا باشه. آیدیشو میخوام بخونم واسهتون.
اسمشو نمیدونم، آیدیش زده کهنسال. کهنسال. آره کهنسال با 2 تا خانومه. خانومه. آره خانوم، عکسش خانومه ولی اسم نداره. نه خیلی هم کامنت گذاشتن، الان میام پایین اسم بچه رو میگه اسم بچه رو نذارین کبیر، بذارین کبیر. من پشیمون شدم این شخص رو نمیخوام دعوت کنم. خب این دیگه جالبه نه؟ خانم کهنسال به بچه میگیم درخواست بدن، حالا شاید اصلا نباشه این دور و برا. خلاصه این اتفاق افتاد و اینکه همین دیگه ها که میخوام این اول بذارم، اول این قسمت بذارم که میخوام این کارو بکنیم بعد قسمت شروع شه. بنظرم الان بگو میخوایم آخر قسمت این کارو بکنیم، پاتون بذار اول قسمت که آخر قسمت این کارو بکنیم، هم آخر قسمت. نامردیه ولی باشه. تو این قسمت همینجوری بگم اوکی، تو این قسمت قراره برنده اپیزود 1 خبر نیست رو مشخص کنم که جایزش اینه که دعوت میشه تو پادکست نمره. من دوباره نشون دادم پادکست نمره اون بره، انگار مثلا این بره اون پادکست نمره. خیلی بریم واسه قسمت. اینجا دور شروع میشه. چه اتفاق بیرگی. خیلی خوب، به نظر من خبری نیست و این مهمترین خبره.